قبلا هم یادآور شده بودم دوستای خدا که دوستا حکم الله سبحانه و تعالی را در نظر بگیرید. ولا تقف ما لیس لک به علم. از پی او امر نشو که سند و علم برای تو موجود نباشه. البته کدام کارایی را که ما انجام میدیم به نیت درست، نیت خیلی خوب داریم، لیکن علم برای ما حاصل نیست، یکی را شهید جنت میسازیم، قهرمان اسلام میسازیم و یکی را هم نعوذ بالله به جهنم میبریم، در حالی که هر دو مسئله هیچ نوع ارتباطی با موت نداره. موت مکلف بایستیم که همیشه دعا بکنیم. هر شخصی، هر گروهی، هر قومی، هر ملتی، هر حرکتی که به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی، به خاطر تحقق اهداف والای نظام مقدس اسلام برگزار میشه، برقرار میشه، الله کامیاب داشته باشه، الله در هر میدان او رونق بده، الله زیاد بسازه. ولی هر کسی که بر لباس اسلام، بر رنگ اسلام، با چادر اسلام در صدد از بین بردن اسلام است، در صدد بدنام کردن اسلام است، در صدد لکه زدن به نظام اسلام است، الله واره رسوا کنه چیریشانه، الله متعال برباد بسازشانه. امی قدر حق ما داریم و امی قدر دعا را میتونیم و الله سبحانه و تعالی ما را مؤاخذه نمیکنه در این مسئله. چرا ما فقط به طرفداری حق دعا کردیم، هیچ نوع رابطه دیگری نداریم به همراه او گروهی که حق است، او طایفه‌ای که حق است، او حرکتی که حق است. و همچنان با اون کسی که بددعا کردیم، از روی قومیت نکردیم، از روی تنظیم نکردیم، از روی کدام وجه دیگه نکردیم، صرف به خاطر ازی که این دشمن دین است، این تخریب دین میکنه، این چهری دین مغشوش میسازه، این میگیره که دین به مردم یک نعوذ بالله خشونتی بسته نمایان بسازه. از این خاطر بددعا کردیم که الله واره رسوا بسازه. چرا؟ این جهان منافقین است. منافقین توانستن به گونه داخل شوند حق باطل جلوه بده، باطل حق جلوه بده. امروز شما میبینی، ولی تاسف به ملت مسلمان است که کجا رفت آن درسایی که قرآن و حدیث برش میده، کجا میرن؟ و نعوذ بالله به او کسایی که صراحتا کافر است برای از وقت تمنای دعا و صبر برای اولادایش بکنه، ولی او کسایی که واقعا مظلوم است، حتی یک روز یک کامنت نوشته نکرد که همین مردم مظلومانه از بین میره و کسی که عاملی گپ است او ظالم است. از دهنت امی قدر کلمه هم نبرآمده. خو لیکن پیش الله سبحانه و تعالی رفته نیستیم. این دنیا سخت محل امتحان قرار گرفته. او جوانا وقتی تو ضایع نکنی، به فتواها ضایع نکنی، به کامنت ها ضایع نکنی. وقت عبادت است، وقت نشر اشاعت دین است. آن چیزی که از اسلام یاد داری او را شما نشر بکنی، نکنی که خود نعوذ بالله تباه بکنیم. معامله و حادثه در یک جای میشه، حقیقت امر براتون معلوم نیست، لیکن با شما از این قضاوت ها میکنه. این دنیای کفر وقتاً فوقتاً، مرحله به مرحله، ما در ما، سال در سال اینطور گپایی را ایجاد میکنه که سبب انزجار مردم از اسلام شود. مردم اسلام یک چیری وحشتناک بشناسه، اسلام اینطور یک دین معرفی بکنه که بجز از کشتار و قتل دیگه هیچ چیزی نداره و هیچ پیام دیگری نداره. چند وقت پیش در فرانسه به نام از اینکه یک کسی این فرانسوی ها را داخل شد و زد، آخرش برآمد فیلم بود، هیچ حقیقتی نداشت، فقط امی قدر توانست دنیای کفر که مسلمان ها را در هر جای به امی بهانه شکنجه کنه و امی ها را از فعالیتشان باز داره و وارم سرشان تهدیدات بگذاره و وارا روانه وطن کنه و برشان بگویه که در مسجد رفته نمیتونی، برشان بگویه که در تبلیغ نمیتونی. این کلش دسیسه های کفار است. شما فریب نخوری، فتواهایی از شکم نده، خود در کفر نرسانه، مفتی نیستی، غمی وطنی تو نبخوری، غمی مردمی تو نبخوری، غمی مردم مظلوم بخوری. در کدام مستوا قرار داره؟ چه حالت داره؟ چه قدر توانمند هستی؟ چه قدر غیرت داری؟ چه قدر حماسه همراهت است؟ چه قدر کوشان هستی؟ چه قدر فکر دادی؟ یک قریبی تا فکر دادی که او چی عقیده داشته باشه.
او چطور والله و برا را بفهمه، او چطور دوستی و دشمنی با یهود و نصارا را تفکیک بکنه. چقدر کار کرده ای، پدرت قناعت داده ای، برادرت قناعت داده ای، نتوانسته ای. ای جوان ناکام هستی. محضی به احساسات دین پیش نمیره، محضی به صدا زدن دین پیش نمیره. دین اسلام است، دین فکر است، دین تعقل است، دین تفکر است، دین اخلاق است، دین انسانیت است، دین صمیمیت و محبت است. معرفی نکنید دین یک نعوذ بالله یک مجسمه، یک دم خشونت و نعوذ بالله قتل و کشتار گپا. ما هستیم که دین از ضربه میزنیم، اسلام از ضربه میزنیم، اسلام غلط معرفی میکنیم، فکر میکنیم فقط اسلام نمیست که من فتوا بدم، اسلام نمیست که من مردم بکشم. اسلام دینی است، مفت گپ نیست. اسلام دقیق مطالعه بکنید که اسلام چی میگه و از کدام ناحیه قطعتان بحث داره. قرآن کریم آنقدر آیات خاتمیش لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تذکرون تکمیل شده آیاتا تو را دعوت میده. ای مردکه فکر بکن، این دین همونطور دین نیست که محض به تبلیغات جاذب مردم فریب بخوره. این دین هسته داره، اساس داره، حقیقت داره. یک کمی متوجه شیم، نکنیم خدا در گناه ها مصروف نسازیم.